دوستای عزیز یک کارخانه آمده، کارخانه سنگ براری سنگ میبرن در اینجا، سنگ مرمر میگیم خودمو ما جمعشن یه آقا میفهمونمونا اینجا سنگ‌های بزرگی بودن، سنگ‌های بزرگ که تیار میکنه. دیدین؟ سلام علیکم. همه سنگ‌های بزرگ همه با سنگ کار میکنه. قیمتش بالاتر. مرحله اول اینجا سنگ انباری نیست که درنشون بیست هفت تن ماز داره میگیم. 15 کیلو تو 30 تن میتونه که کار کنه. انقدر کارخونه رو دیدیم تو آن کارخونه سنگ هم دوش توپا در اصفهان احمد فابریکه کارخانه کلان سنگ در اینجا بوده. در دیگه شهرها هم هست، در دولت ایران در دیگه شهرها هم هست که احمد کلانتری میگه در همین اصفهان بوده. این اصفهان میگیم اصفهان. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بابا کار گروه رفته جایی خدمت می‌کنم. اینجا میان کار شد. این خیال میکنی که
ایده سنگایی که شکوفای سنگای شکوفا پر کردگیان اینا پر کردشتن در اینجا سنگ شکوفا پر میکنن بعد حرکه اینا نمیده های شما نمیده سنگ شکوف بدگیان جای شکوفاشا پر کردگیان 6 کیلو افتن خطی با رنگ قابل سنگ باسی با هم رنگ مرحله بعدی میشه پولیش سطح سنگ توسط این دستگاه به اسم ساب نواری انجام میشه یه سری سنگ ساب داریم بهش میگیم اینجا لقمه حالا من نمونه‌هاشو نشونتون بدم یه لاکی هم اینا لقمه‌های سنگ ساب با این سنگ ساب می‌کنه. آره اینا مرحله اوله اینا شماره داره شماره های کم زفتره شماره توش آره بعد ببین اینا سیمان داره توش و سگمنت الماس و نمک هرچی الماس زفتر باشه شمارهش پایین‌تره آره میشه شماره کمتر بعد بافتش میشه لاکی یا رزینی به ترتیب از شماره کم به شماره بالا روی این دستا قرار میگیره و سنگ رو شروع میکنه پلیس که حالا خروجیش رو میریم میبینیم خلاصه سنگ ها شکوفان یعنی خیلی شکوفان دیده من امیره علی باستر خطین امین امین وقت پر میکنم من علی باستر های چی های اینا علی باستر پر میکنم بعد میشود سنگی مرمر در اینجا تقریبا 40 هکتار هم خیلی کنگیان همش همین کارخونه سنگبراری های هم منمود سنگو رو برآورده میگیرن سنگوی مرمری میگیرن ای سنگ هم کن تپا میارن سنگو رو همینجا رو کارکر میکنن بسیار جای میره همه با سنگ های جایی که برای همین ایران دا سنگ بسیار استفاده بودگن سنگ اینا سنگا چون شکوف هم اینا شکوف ها دیده میگه منو برادران نگاه چی کلی کردشتن این برادرم مالی بستم خیلی بزنن دیگه بعد میشه خوش برو کلی هوار میشه آدم هوا این همی سفیدکایی که میبینه این همی سفیدکا همه نمای بدار علی باستر بدار خمون من میگم اینا علی باستر در اینجا چند کارخانه هست؟ اینجا قطب سنگ ایرانه اصفهان حدود 1500 تا همه کارخونه ها اینجاست ولی 1000 تاشون کارخونه سنگ هست ولی خب حرفه‌های دیگه کارگاه دیگه هم هستن اینجا ولی کسی که سنگ باشه حدود 1000 تا کارخونه هستن اینجا از تمام ایران میان اینجا سنگ میارن حتی ما به ایتالیا بله ایتالیا عراق هند چین به همه اینا سنگ الان داریم میدیم مشتری اصلیمون چین هستن هند هستن و عراق مثلا اینا مشتری دائم ما ایتالیا سنگای خیلی خاص میره سنگایی که مثلا قیمت‌ها باشه $500 تونیشه یه تون سنگ $500 مثلا پولش میشه سنگای خیلی خاص هم فرستاده میشه ایتالیا که اونا خودشون فرآوری میکنن ما اینقدر پیشرفته نیستیم برای فرآوریش همه این کارخونه‌ها که می‌بینید اینجا همه کارخونه‌های سنگه توی ایران یه همچین مجموعه ما اصلا نداریم زنده باشه تشکر برای مردم آقا خیلی خوشحال شدیم که اومدید اینجا
من 2-3 روزه که پیگیر بودم که تشریف بیارید اینجا و واقعا خوشحال شدم از زنده باش. تشکر. من دوست دارم ناهارم در خدمتتون باشم ولی علی آقا دیگه نمیشه. زنده باشم. ما در راه سفر هستیم. زنده باشیم. سر بلند باشید. سلامت باشید. ما را آوردن دیگری کارخانه شد. خب انا کنه دیگه. انا این سنگ‌های یگلوخت ببینیم، سنگ‌های یگلوخت کلان. من ایره کارکرد چه برای می‌بینیم که چطور کارکرد میشه اینها. ایره کارکرد چه دیدن نکن که ایره چطور میکنن. سنگ‌های یگلوخت کلان. نمی همش ارای دیگه سینا باشه. نه آراش. این زواد چای خیلی خلاصه. زواد. همه بریدیم آوردیم اینجا. خب این خیلی گرمه. درسته. برای استقبال بیشتر. سنگ استقبالش بیشتر کنه پشتش. اینه در ترش میمونن که نشکنه دا؟ نشکنه. همین مرمر این مرمر نیستن؟ یاش با سنگ بودن نخمون من بسیار هم خیلی رو ببینیم مرمری میدیم ده سنگ مرمر میدیم این مرمر نبوده باید مرمر نیست ولی مرمر هم نشان میتون بود مرمر این سفید این سیادی خب جای شوشتن و جای بایشن سلام علیکم در یه جای بریدنشون نه خب این چی سنگه که؟ چی؟ نیریز مرمر کدام شد مرمر؟ اون جلوتر مرمر خب همین برو بسته خب آنه تو میری مرمر نه چقدر سنگای بزرگه این با سیاهش سیاه
خب یه کارخونه‌های بزرگ ما مرمر رو ببینیم. مرمر سنگ مرمر یه بار ببینیم. ما هم میریم سنگ مرمری. مرمر. این البته مرمر رنگ‌های زیادی سفید، پرتقالی، سبز. دیدیم آنه سنگ مرمر بوده. خب ما از خورد فقط مرمر فهمیم. درست است. آنه این مرمر رو دیدیم. ایران کارکرد میشیدیم. کارکرد مثلا چه کارکرد نمی‌جاش اگه شکاف باشد شروع پرو میکردیم. ایش هم مرمر ها؟ ایش هم مرمر. سنگ مرمر. آن ایش باید که سنگ هست که اینو چخرک داره دیدیم. این با دیگه اینا همون چی گفتگی من پر کردگن اون طرفش حل بونم. اینو برو نگاه سنگ چند نمودن. ایش دیگه نمودن. ایش دیگه نمودن. هر نمود قطعی های میکنه. آقا علی چخیر؟ فراد بشم همه تینش؟ در حقیقت سنگای عظیم جوسته، سنگای کلان. اگر نمایشگاه سنگ خانگی نزدیک یه اون مقطعه تمام اینا رو برای فروش خیلی خلاصه اینی هم کشمر سنگ مرمر او خیلی سنگو نمیشناختیم، یعنی فرق نمیکرد. اینا فهمیدیم سنگ مرمر بوده. اون روش دیگه سنگ بدیدن هر کمش نامی خودش داشته. اینا برای نرفت سنگ مرمر هم دیدم. واقعا نگاه بون تا درجه باشه نماشه در خانه خراب باشه زنده باشه. اینا نرخ نواش هم میگه ارزان ترکم هر وقت هر خیلی مازی نرخ نواش رو بگم شما دیگه اگر بیان قیمت تر باشه با ما رو بگیم که تیخ گفتی اجرایی خرید مقصد که ارزانه نرخ